چرا اسلام تاکید میکنه که نماز باید به موقع خوانده شود و چرا در اوقات معین بر اقامه نماز مکلف شدیم؟ چی پیام و چی سر در این امر نهفته؟ یک مسئله مهم است، باید دی متوجه شیم. اگر متوجه شدیم ما میتونیم پیامی که لازم است دریافت کنیم و این پیام قطعا در زندگی ما یک تحول بسیار بزرگ میتونه بیاره. وقت شناسی در نماز به ما میآموزه که مؤمن باید در هر موقع گوش به فرمان الله تعالی باشه. هرگاه خالقش او را به کار مأمور میسازه فوراً و بدون تأخیر و کسالت برای انجام آن اقدام کند. یعنی پیامش است. همچنان وقت شناسی در نماز به ما یاد میده که عرض کنم تمامی امور خود را ما و شما باید به موقع انجام بدیم، با برنامه باشیم، مطابق تقسیم الاوقات عمل بکنیم، از تلف کردن وقت اجتناب کنیم، کسالت را به خود راه ندهیم. خب اما با تأسف اکثر افراد امت در اجرای فرامین الله تعالی غفلت میکنند و با کمال بیباکی اوقات ارزشمندشان را ضایع میکنند، تلف میکنند. نه برنامه برای دنیایشان داره و نه فکر برای آخرتشان داره. چنان در غفلت به سر میبرند و چنان در اجرای فرامین الله تعالی کسل هستند که گویی هیچ مسئولیت متوجهشان نیست. یعنی ای که آنها در مدرسه نماز درست تربیت نشدند، یعنی ای که آنها از مدرسه نماز درس نگرفتند و پیام وقت شناسی در نماز را درک نکردند. اگر آنها سر اوقات معینه نماز را درک میکردند و از پیام بزرگش درس میگرفتند، هیچگاه با این رقم غفلت و بی‌برنامگی، با این رقم کسالت زندگی نمیکردند.